بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز دوام دهم درس عقیده را. ما درباره نشانه های نزدیک شوی روز قیامت، اون هم درباره نشانه های بزرگ قیامت صحبت کردیم. درباره یاجوج و ماجوج صحبت کردیم، درباره دجال صحبت کردیم، این چنین درباره مهدی صحبت کردیم. امروز باز 4 تا از آن نشانه های بزرگ، همگی 5 تا ماندن، 4 تاش را میگیریم اگر وقت رسد همش را. یکی از آنها خسوف است. معنای خسوف در کشیدن زمین، یعنی وقتی که زمین خود را فرو میبرد این را خسوف میگویند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه شما این 3 خسوف رو، یعنی این 3 در کشیدن زمین یا به هم فرو ریختن زمین رو نبینید. یکی فرو رفتن زمین در مشرق، دیگر در مغرب، دیگر باشد در جزیره عرب می شود که حدیث در صحیح مسلم است. و معنای خسوف چه خیلی گفتم، زمین فرو رفتن به داخل. و سبحان الله در همون زمین لرزه‌ای که در ترکیه شده گذشته بود، تقریبا اکثریت شهرهای زمین لرزه شده زمینهایشان به زمین چوکیده رفته بود، یعنی زمین گویا خودش رو مقدارش رو فرو برده بود. و یکی از علامت های بزرگ روز قیامت همین 3 نمود زمین فرو رفتن است که میگویند شاید چند شهر، شاید خیلی مقدار زیادی زمین به پایان رود. و ام سلمه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بعد از من زمین فرو می رود در مشرق و در مغرب و در جزیره عرب. و من گفتم ایخسف بالارض و فیها صالحون، آیا زمین در هم می رود در حالی که در بالای آن انسان های صالح زندگی می کنند؟ یعنی معنای سوال ام سلمه رضی الله عنها همسر پیامبر این است که آیا این بلا وقتی که در روی زمین انسان های صالح هستند هم واقع می شود؟ پیامبر می گویند اذا اکثر اهلها الخبث، اذا اکثر اهلها الخبث، یعنی وقتی که مردم زمین خیلی گناه را زیاد میکنند، در این وقت زمین خود را چه میکند؟ فرو میبرد. پس از این حدیث برمی آید که یکی از نشانه های بزرگ قیامت چی است؟ فرو رفتن زمین. آیا زمین لرزه شده مقدار بزرگ زمین به پایان می فراید یا اینکه چیز دیگر؟ والله اعلم. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که از نشانه های قیامت چی هست؟ فرو رفتن زمین است. و نشانه بزرگ دیگرش این دخان است. دخان گفته دود غلیظ را میگویند یا گفتیم بوغ را میگویند، لیکن زیادی دود غلیظ را میگویند که آنقدر همه جا را فرا میگیرد که آن طرف را دیده نمی شود. پروردگار میگوید فرتقب یوما تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار شو روزی که آسمان با یک دودی خیلی روشن می آید. یغشی الناس هذا عذاب علیم، و آن دودی غلیظ مردم را به خود پیچانیده می گیرد و این عذابی دردناک است. و بعضی از صحابه ها مانند عبدالله ابن مسعود می گویند در مکه وقتی که اذیت قریش بالای پیامبر خیلی زیاد شده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد کرده بودند که پروردگارا چگونه ای که قوم یوسف به خشکی و گرسنگی گرفتار شدن، این مردم رو هم به گرسنگی گرفتار کن. عبدالله ابن مسعود میگویند مردم به گرسنگی گرفتار شدن، باران نبارید و حتی حیوانهای خود مرده رو میخوردن و این چونین دودی غلیظ آسمان مکه رو گرفته بود که بین آسمان و بین زمین چی هست دیده نمی شود. و از این سخنی این صحابی جلیل بعضی علما میگویند همون دخان یا گفتیم همون دودی غلیظی که از نشانه های قیامت است الکی در زمان پیامبر شده گذشته بود. ولی دیگر از علما میگویند نه، آن دودی غلیظ هم یعنی دیده نشدن اطراف به سبب
اون یکی عذاب یا گفتیم بلا بالای قریشی های مشرکی آن زمان بود. ولی وقتی که پروردگار در این آیت فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین میگوید، این دودی غلیظی خیلی بزرگ است که این مخصوص است به چی؟ به روز قیامت. یعنی پیش و پیش روز قیامت این گونه تمام مردمان رو دودی غلیظ آمده فرا میگیرد و پروردگار خودش میگوید که آن از طرف آسمان می آید. پس این چی بود؟ یک دودی غلیظ فرا گرفتن زمین و اهل زمین رو هم از نشانه های نزدیکی قیامت می باشد. این چونین طلوع الشمس من مغربها، یعنی برآمدن آفتاب از طرف مغرب. همگان همیشه میدانیم نظام زمین و آسمان این است که آفتاب از طرف مشرق طلوع میکند یا میبراید و به طرف مغرب می نشیند یا فرو می رود. ولی پیش و پیش قیامت که عجب این است که وقتی که آفتاب از مغرب می براید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند دیگر کسی را ایمانش فایده نمیدهد و حتی پروردگار هم خبر میدهد در سوره انعام آیت 158 میگوید یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. روزی که بعضی از نشانه های پروردگار می آید، آنهایی که ایمان نداشتند ایمان آنها فایده ندارد. و یعنی وقتی که نشانه های بزرگ قیامت می آید، وقتی که تو از خواب بیدار می شوی و به جای از مشرق برآمدن آفتاب رو از مغرب می بینی و دیگر یقین می کنی که قیامت نزدیک است، میگوی پروردگار من ایمان آوردم، هیچ فایده ندارد. سبحان الله، الکی چی است؟ الکی دیر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه آفتاب از طرف مغرب طلوع کند، براید. و وقتی که آفتاب از طرف مغرب می براید، مردم آن را می بینند و همگی ایمان می آورند. یعنی مردم الکی چی میکنند؟ یقین میکنند که اینجا قیامت نزدیک است و باید ایمان آورند، ایمان می آورند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. در این وقت آنهایی که پیش از این ایمان آورده بودند، برای آنها اصلا فایده ندارد این ایمانشان. و چی است؟ برآمدن آفتاب از طرف مغربش هم این یکی از نشانه های بزرگ قیامت می باشد. نشانه دیگرش که خواهر درس پیشتر پرسیده بودند، آمدن یک حیوان خیلی بزرگ، حیوانی که او می آید و با مردم صحبت می کند. پیش از اینکه درباره این حیوان بزرگ صحبت کنیم، می خواهم شما را به قصه صحابه که یا گفتیم به قصه صحابی جلیل تمیم داری که سبب ایمانشان شده بود، درباره جساسه که حدیث مشهور در صحیح مسلم است صحبت کنم که این هم به نشانه های قیامت خیلی خیلی رابطه دارد. حدیث از فاطمه دختر قیس است، صحابی جلیل، در صحیح مسلم است که میگویند وقتی که میگویند من از شوهرم طلاق گرفتم، سپس عده‌ام گذشت و ندا به نماز شد، یعنی وقتی نماز شد، من میگویند دویده به نماز رفتم و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این نماز جماعه به بیرون برآمدن، همراه مردم نماز خواندن، من هم در صف زنها بودم و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را به آخر رسانیدن، در منبر نشستند و خنده کردند و بعد از این گفتند همه شما نمازگزارها در جای خود بنشینید و آیا میدانید که من امروز چرا شما رو جمع کردم؟ یعنی مردم رو گفتن پس از نماز جای نروید و از مردم سوال کردند که اتدرون لما جمعتکم، آیا میدانید چرا من شما رو جمع کردم؟ مردم گفتند خدای پیامبر داناتر است. سپس گفتند من شما رو جمع نکردم برای از چیز ترسانیدن یا به چیز بشارت دادن، ولیکن من شما رو جمع کردم چون تمیم داری که این مرد نصرانی بود و حتی رئیس قوم خود بود، اسلام آورد و با من بیعت کرد و طرز اسلام آوردن او
و چیزی که او میگوید موافقت میکند با اون خبری که من شما رو درباره مسیح دجال دادم. یعنی من چیزی که به شما درباره دجال گفته بودم سخن تمیمی داری با اون موافقت میکند و من به شما این رو میگویم. و خواهران عزیز الان در قصه میبینید که تمیمی داری سبب ایمانشان دیدن یک مرد خیلی بزرگ که خود را دجال میگوید و یک حیوان خیلی بزرگ که نامش جساسه است. آن رو میبینند و آمده چی میکنند؟ ایمان میآورند. و الان پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر را به صحابه میگویند، یعنی قصه تمیمی داری را میگویند که تمیمی داری همراه گروه از مردها که تقریبا 30 نفر بودند به سفر میبرایند. به سفر از طریقه آب با کشتی و در راه در بحر کشتی آنها نزدیک به غرق شدن می شود. راه را گم می کنند. تقریبا 1 ماه در داخل بحر می مانند تا اینکه کشتی های میده یک یا ما قایق می گوییم، کشتی های میده یک را پیدا میکنند و سوار میشوند و اون کشتی های خردکک آنها رو آورده به یک جزیره میپرتاید. وقتی که تمیمی داری همراه آن 30 نفر به اون جزیره که اصلا نمیدونن کدام جزیره بود میفرویند، یک حیوانی خیلی عجیب رو میبینن. حیوانی که میگن اینقدر موی زیاد داشت و اینقدر بزرگ بود که اصلا سرش در کجا هست و پشتش در کجا هست ما نمیتوانستیم درک کنیم. از چیش؟ از موی زیادش، خیلی در بدنش موی بود و اون حیوان با ما صحبت کرد. یعنی سبحان الله، اون حیوانی که اینها میبینن یکمین بار میبینن که یک حیوان آمده چیکار میکند؟ صحبت میکند. اینها وقتی اون حیوان رو میبینند و میگن وای تو چی هستی یا کی هستی، او میگوید انا جساسه، من جساسه هستم، یعنی نام این حیوان. و اینها وقتی میگوین جساسه چی هست، او میگوید که ای مردم، میگوید اینجا بیایید همراه من شما رو به مکانی که نامش دیر هست به اونجا میبرم و در اونجا مردی هست که خیلی میخواهد شما رو ببیند. تمیمی داری میگویند ما شتاب همراه آن حیوانی که صحبت کرد. یعنی ما بعضی ها اینجا هستن انسان هایی که میگویم همیشه عقل خود را پیش میبرن، میگن چه خیلی حیوان صحبت کرده میتواند، ولی وقت پروردگار بخواهد همه چیز میتواند صحبت کند. و اینجا میگوین با آن حیوان ما یعنی با همان جساسه روان شدیم به مکانی که نامش دیر است و من در آنجا میگوین دیدم که یک انسانی خیلی بزرگ بود، یک مرد بود که خیلی جسمش بزرگ بود. من مثل اون مرد بزرگ و قد بلند را با این عظیم جثگی ندیده بودم و دیدم که دستهای او را به گردنش بسته بودن و پایهایش را هم بسته بودن با حدید و به او گفتم که وای تو کی هستی و تو در اینجا چی میکنی؟ او به ما گفت اول بگوید شما کی هستید، شما کی هستید و خبرتون چی هست؟ ما به او گفتیم که ما عرب هستیم، به راه برآمدیم، در آب کشتیمون راه را گم کرد و راه گم زده یکی آمدیم به همین جزیره تو که یک حیوانی رو دیدیم که نمیدونیم سرش در کجا پشتش در کجا و خود رو جساسه معرفی کرد، صحبت کرد و ما رو به نزد تو آورد و اون این خبر رو بعد از شنیدن اون انسانی خیلی عظیم جثه میگوید که و من از همان خرماهای جای خود خبر بدهید. آیا خرما میدهد؟ آنها میگن آره. او میگه نزدیک است که خرما دیگر ندهد، یعنی دیگر اون درخت های خرما میوه ندهد. و این چونین مرا از بحر از دریاچه تبریه بگوید. دریاچه تبریه در اردن جایگیر است. آیا آب دارد؟ اینها میگن آره خیلی آب دارد. میگوید نزدیک است که اون آبش هم خشکیده شود. سپس درباره یکی از چاه ها میپرسد و میگوید آن چاه هم نزدیک است که چی شود؟ خشک شود. سپس میگوید مرا از مردی که او پیامبری امی ها هست خبر بدهید. آیا او ظهور کرد؟ آیا برآمد؟ اینها میگن آره از مکه برآمد، الان در یثریب است، یعنی در مدینه هست. و اون مرد میگوید آیا
عرب با او جنگیدند. اینها میگن اوره جنگیدند. چی خیل شد؟ یعنی جنگ چگونه شد؟ اینها میگن نزدیک است که بالای عرب غلبه کند. بعد از این اون دجال میگوید، یا گفتیم اون مرد بزرگ جسته میگوید بهتر بود به جای جنگیدن اون عرب او را اطاعت کنند. سپس میگوید اکنون من شما رو از خود خبر میکنم، انا المسیح، من مسیح هستم، یعنی من دجال هستم و نزدیک است که به من اجازت شود و من بیرون برایم. و وقتی که من بیرون میبرایم یگان دهه نمیماند، مکان نمیماند که من در مدت 40 روز آنجا رو تخریب کنم و جز مکه و طیبه یعنی مدینه که هر دوی اینجا رو خراب کردن برای من حرام است. هر باری که نزدیکی میکنم فرشته ها مرا به اونجا داخل شدن نمیمونن، یعنی به من اجازه نمیدهند و اونجا فرشته ها نقب های یا چقری های کفتن که تا که از من نگه دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو میگویند و با عصای خود به منبر از خرسندی زده میگویند دیدید اینجا طیبه هست، یعنی این شهر مدینه است و به اینجا دجال داخل شده نمیتواند. پس ببینید که یعنی با این روایتی که در صحیح مسلم است شاید که دجال الان در مکان از مکانها زنده باشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند او از طرف اصفهان یا از طرف مشرق می براید و اینها او را در یک جزیره دیده بودند. شاید جایش دیگر شد یا چیزی دیگر، ولی همین حدیث درباره یعنی سبب می شود که بعد از درباره پیامبر گپ زدن تمیم داری که نصرانی بود و رئیس نصرانی ها در آن وقت محسوب می شد بیاید و به پیامبر چه کند؟ خبر دهد که انا همین گونه شد و من به شما ایمان می آورم و چی میکنم؟ من با شما بیعت میکنم. و اینجا هم یعنی در زمان پیامبر هم صلی الله علیه و سلم یک حیوان بود که جساسه نام داشت و به زبان آمده صحبت کرده بود. اکنون بیایید ببینیم به حیوان دیگری که او پیشا پیش قیامت می آید. پروردگار در سوره نمل می گوید و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. و وقتی که پروردگار می گوید وقتی که وعده آخرت واجب گشت یعنی برپا شدن قیامت حتمی شد، ما با آنها یک حیوان رو از زمین بیرون میکنیم که آن حیوان با مردم صحبت میکنند و آن حیوان با مردم صحبت میکند و در یکی از تفسیرهایش آمده است که هر تا مردم را عتاب میکند که شما چرا پروردگار را اطاعت نمیکنید. و سبحان الله آیت قرآن کریم دلالت به آن میکند که پیش و پیش قیامت یک حیوان می آید و چگونگی آن حیوان را بعضیا میگویند آن حیوان همون شتر صالح است. شتر قوم صالح اگر خواهران عزیز خبردار باشید از قصه وقتی که قوم صالح از پیامبر صالح معجزه طلب میکنند و باز میگویند از همین سنگ یک ماده شتر رو بیرون کن، ماده شتر بیرون میبراید با شتر معده‌اش با آنها شیر میدهد و این معجزه رو میبینند و باز هم آن را چیکار میکنند؟ به قتل رسانیدنی میشوند. در روایت او دویده باز داخل همون سنگ میشود. برای همین بعضی از علما میگویند این حیوانی که پیش و پیش قیامت میآید این همون شتر صالح هست که او میبراید و چیکار میکند؟ با مردم صحبت میکند و آمدن این حیوان نشانه برپا شدن قیامت در همین نزدیکی ها میباشد. و بعضیا میگویند نه او حیوان است اما شکلش به شتر مانند، شکلش چیز دیگر. به هر حال چگونه شکلش نباشد هم مادامی که در ما آیت قرآن کریم است و در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، معنایش این است که یک حیوان پیش و پیش قیامت بیرون می شود و اگرچه حیوان ها مثل انسان ها صحبت نمی کنند یا مثل انسان ها عقل ندارند، آن حیوان با انسان ها صحبت می کند و انسان هم و عقل هم دارد. اینچنین در همین موضوع حدیث ابو هریره است در صحیح مسلم که پیامبر می گویند
وقتی این سه چیز برآمد دیگر ایمان کسی به کسی کمک نمی کند. وقتی که آفتاب از طرف مغرب برآمد و دجال برآمد و دابة الارض و همین حیوان برآمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم با صدای این حیوان را به صدای شتر مانند کردگی هستند یا با همین کلمه صحبت کرده هستند. برای همین بعضی از علما چی میگویند؟ این حیوان شتر است و او اول در صحرا پیدا می شود، سپس گم می شود، سپس در بین دیه ها پیدا می شود، باز گم می شود و آخران سپس در مکه در نزد کعبه پیدا می شود و او با مردم چیکار میکند؟ صحبت میکند. یعنی با مردم مثل انسان ها صحبت میکند و چی هست از این و این نشانه بزرگی بزرگی است که قیامت نزدیک است. پروردگار چی گفت؟ اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم. آنها با این حیوانی که ما از زمین بیرون میکنیم صحبت میکنند. پس اما بعضیا میگن این همون جساسه است. یعنی من قصه رو برای همین آوردم، قصه تمیمی داری رو که بعضیا میگن حیوانی که پیش و پیش قیامت بیرون میشود و با مردم گپ میزند این همون جساسه است که با تمیم داری و دوستانش صحبت کرده بود، ولی میگن نه، جساسه در آنجا بود و این چی است؟ این حیوان دیگر است که این مخصوص پیش و پیش قیامت می شود که چه خیلی گفتم در شکل او یا مثل یک شتر بزرگ است یا اینکه ماری کلان است یا چیزی دیگر است و الله اعلم در ما دقیق یگان دلیل نیست. این بود خواهران عزیز تقریبا از 4 تا نشانه های بزرگ روز قیامت که آخرانش آتش هست که آن آتش را وقتی مردم میبینند به طرف شام میگریزند. الله نصیب کرده باشد درس دیگر دوام میدهیم.